سلام بچه چطورین؟ امیدوارم که حالت دلتون همیشه خوب باشه. اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایبش کنین و اون زنگوله کنارش رو فشار بدین تا از ویدیوهای بعدی ما جا نمونین. امروز فیلم سال گربه رو میخوام واسهتون معرفی کنم که فیلم خیلی خوبی هستش و حتما تماشاش کنین. توی یک روز برفی که سوز عجیبی هم داشت، از قضا سال گربه هم بود که هر 12 سال یک بار اتفاق می افتاد. تو اون سال پسری به نام جهانگیر به دنیا میاد. بعد از قطع بند ناف جهانگیر و گرفتن دستمزد قابل از پیش پدر مادر جهانگیر میره و غافل از این که نمیدونست امسال سال گربه است و قابل توسط گرگ‌ها خورده میشه و فقط استخوناش باقی میمونه. و تو اون موقع نمیرترین موجود جهان که با 113 سال عمر کرده بود که تو محل اونا بهش میگفتن نوح، که همیشه هم در حال ورزش کردن بود. پدر جهانگیر رو برد پیش اون تا جهانگیر هم از عمر نوح برخوردار بشه. وقتی پدر جهانگیر اونو برد پیش نوح که نوح تو صورت جهانگیر فوت کنه و عمر جهانگیر نیز طولانی بشه. وقتی نوح این کارو کرد و تو صورت جهانگیر فوت کرد، پدر جهانگیر شاد خوشحال از اینکه پسرش عمر طولانی نوحو داشته باشه از پیش اون رفت. و از قضا بعد از چند دقیقه نوح هم فوت کرد. همه اهالی اعتقاد داشتن بچه‌ای که به دنیا آمده شوم و بدیومه و جو سنگینی درست کرده بود. باعث شد ما به یه شهر دیگه مهاجرت کنیم که اسم اون شهر بود پیچا. ما اومدیم به یه شهر بزرگتر و توی خونه تاجر هندی ساکن شدیم. این خونه و آدماش داستانهای دیگه‌ای داره که در ادامه واسهتون توضیح میدم. و جهانگیر از بچگی دوست داشت که آدم خیلی معروف و مشهوری بشه. بعد از مهاجرت ما به خونه تاجر هندی، پدر جهانگیر نظافتچی تاجر هندی شد. از قضایی نظافتچی قدیمی هم داشت که از همون ابتدا با هم خیلی کل داشتن. این نظافتچی قدیمی یه دختری داشت به نام میشا. میشا هم 2 پسر خاله داشت به نام بهروز و شهباز که بعداً باهاشون آشنا میشن. خلاصه که جهانگیر و میشا با هم بزرگ میشن و عاشق همدیگه میشن و پدراشون مخالف این ازدواج بودن و اونا به سختی راضیشون میکنن پدراشونو که با همدیگه عروسی کنن. و اون عروسی هم چه عروسی شد، نصفش مراسم هندی بود و نصف دیگه‌ش هم ایرانی میرقصیدن. جهانگیر که 24 ساله شد که 3مین سال گربه بود، وقتی میخواست اولین نخ سیگار عمرش رو بکشه که با انداختن همون یه نخ سیگار باعث شد که کپسولای گاز منفجر بشه و 12 نفر فوت میکنن. توی یکی از روزهای تولد جهانگیر پدر جهانگیر فوت میکنه و مادرش هم چند ماه دیگه فوت میکنه و اون سال هم سال گربه بود و الان 36 سالشه و امسال هم سال گربه است. جهانگیر وقتی که بزرگ شد کاری جز خلاف نداشت که باعث شد پلیسا دنبالش کنن و جهانگیر مجبور میشه توی یه اتوبوس سالمند زنونه بره اونجا قایم بشه و چادر رو یکی از زنا رو میگیره و سرش میکنه و میشینه که وقتی مامورا اومدن اونجا نشناسنش و اونجا میتونه از دست پلیسا قصر در بره. وقتی جهانگیر یک روز داشت به همسایه‌شون مواد میفروخت، مرد همسایه پول مواد رو نداشت و اعصاب جهانگیر رو خورد کرد و جهانگیر با یه چک اونو زد و اون به خاطر چک جهانگیر کشته شد و به جرم قتل به زندان افتاد و بعد از کشتن همسایه اونو به دادگاه بردن و اون از ترسش خودشو خیس کرده بود و قاضی هم حکم اعدام اونو صادر کرده بود. وقتی جهانگیر رو میخواستن اعدام کنن قبلش مردی به نام خورده‌ای بود اعدام کرده بودن که باعث شده بود چوبه دار ترک بخوره
و همونجا هم جهانگیر دوباره از مرگ نجات پیدا میکنه. بعد از آزاد شدن زندان جهانگیر خلاف رو کنار میذاره و میزنه تو کار مسافرکشی و تا هم مسافرکشی با مردی آشنا میشه که دکتره به جهانگیر پیشنهاد میده که منشی اون بشه و جهانگیر هم قبول میکنه. وقتی دکتر به مسافرت میره که جهانگیر یه عمل زیبای دماغ انجام میده و دماغ اون دختره رو به کلی خراب میکنه و دختره هم چند نفر رو اجیر میکنن تا جهانگیر رو بکشن و جهانگیر از ترس اونا سکته قلبی میکنه و میمیره. وقتی که جهانگیر رو بردن قصال خونه که قصش بدن جهانگیر زنده میشه و همه فامیل ها با دیدن جهانگیر شوکه میشن و اکثر فامیل هاشون فرار میکنن و خیلی هاشون هم میمیرن. بعد از زنده شدن جهانگیر زنش هم راهی بیمارستان میشه. خلاصه که جهانگیر بدبخت از همون بچگی که به دنیا آمده بود آدم نحسی بود دیگه و آمبولانسینا اومد جنازه ها رو برد. وقتی که جنازه ها رو بردن جهانگیر از قبرستون خارج میشه، به پسرخاله های میشا که همون شهباز و بهروز میشن میرسه و سوار ماشین اونا میشه. اما تو راه جهانگیر پیاده میشه و اونا وقتی میخواستن برن با کامیون تصادف میکنن و میمیرن و بعد از این ماجرا جهانگیر معروف میشه و رضا رشیدپور اونو به برنامهش دعوت میکنه و وسط برنامه زنده پروژکتور به سر رشیدپور میخوره و همه این اتفاق رو از قدم شوم جهانگیر میدونن و جهانگیر هم دعا میکنه که رضا رشیدپور وسط برنامه زنده اتفاق واسش نیفته یا خدای نکرده از قدم نحس اون اینم نمیره. و بعد از مدتی رضا رشیدپور هم به خاطر عارضه مغزی از دنیا میره. اما قبل از مرگ رشیدپور برنامه‌ای میچینه که اینا با همدیگه برن روم. اما وقتی جهانگیر به روم میرسه بزرگترین زلزله در روم رخ میده که همه روزنامه‌های روم هم جهانگیر رو مقصر این واقعه میدونن.